والذی تولا کبره، مراد از والذی تولا کبره ابن سلول هست، رئیس المنافقین، اون آقایی که متولی کبرش شد از این تهمت زدگان. این زیر بار شلاق نامد، در بعد بیمه سبته کرد و مرد. تو الله فرمود له عذاب عظیم، برای او عذاب عظیم در آخرت هست، یعنی جهنم. تهمت زننده عایشه صدیقه بدون توبه برایش عذاب عظیم است. اون ابن سلول منافق توبه نکرد، نه آمد که ضربه های شلاق را بخوره، در رفت، بعد مرد. الله تعالی فرمود اون متولی این تهمت بود، اونی که اعراض کرد و متولی کبرش شد، کبر خود را اطاعت کرد، زیر بار اطاعت نرفت، از این تهمت زنندگان برای عذاب عظیم است. اکنون الله تعالی می فرماید مؤمنین را و مؤمنات را که حضرت عایشه از شما وجود شما بود، مادر شما بود، کسی مادر شما را تهمت زد، چرا سکوت کردید؟ چرا به پا نخواستید؟ چرا علنا اعلان نکردید هذا بهتان عظیم؟ تکتو گفتن، همه صحابه مبهوت بودن. چرا؟ غیبدان که الله است، الله تعالی غیبدان متصرفه، صحابه غیبدان بودن و لحاظا نه اعتقاد داشتن کسی دیگر غیب میکنه. تا خدا وحی نازل نکرد صحابه اکثریت در عالم سکوت بودن و بسیار هم پریشان بودن. الله تعالی اکنون اطاعت میکنه. چرا؟ هنگامی که شما این افک را شنیدید گمان نکردن مؤمنون و مؤمنات بر جانهای خودشان خیر. از این مؤمنون و مؤمنات حضرت حسان و مصطح و حمله هستند که در این باب هماهنگ با منافقین شدند. چرا اینها گمان خیر بر خودشان نکردند، بر وجودشان نکردند؟ و چرا از زبان نگفتند که هذا افک مبین؟ این تهمتی که زده می شود این یک دروغ آشکار هست. افک بزرگترین دروغ را و افترا را میگه. چرا نگفتند؟ باید میگفتند. اکنون الله سبحانه و تعالی میفرماید در این باب، در باب زنا هر که 4 گواه نیارد اون نزد خدا کاذبه. اینها که وقت تهمت زدن مادر عایشه را چرا 4 گواه نیاوردن؟ چرا اون بزرگوار صفوان را که تهمت زدن چرا 4 گواه نیاوردن؟ تهمت به طرفین بوده. صحابی بسیار پاکدامن و عفیف متقی، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید لولا جاءوا علیه باربعة شهداء، چرا نآوردن تهمت زدگان بر این افکی که زدن 4 گواه را، این افک زنا را که بر یک پاکدامن بر 2 پاکدامن زدن، چرا نآوردن 4 گواه نآوردن؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقتی که اینها نتوانستن بیارن 4 گواه برای افک، تو اینها نزد خدا کاذبون هستند. اینها کاذبند. در باب زنا تا 4 گواه نیارن اینها نزد خدا کاذبند. گواهیان هم مردوده. وقتی الله تعالی میگه عند الله کاذبن، تو عند الناس به طریق اولا کاذبن. اگر اینطور خدا قانون را سخت نمیکرد، این انسانها و اوباشها دست از تهمت نمیزدن.
این خاطر الله فرمود 4 گواه چرا نآوردن؟ وقتی که 4 گواه نآوردن اولئک عند الله هم الکاذبون، در قانون خدا اینها قادر حساب میشن و باید برن زیر شلاقه‌های تهمت. اکنون الله تعالی احسان میگذارد که از این تهمت، تقاضای این تهمت این بود که من شما را معذب کنم. دیگه احسان و فضل خدا شامل حال شما شد که معذب نشد، اکتفا به 80 ضربه شلاق شد و دیگران که سکوت کردن آنها باز عتاب شدن. ساکتین هم عتاب شدن، خدا آنها را هم عتاب کرد. همین تهمتی که امروز بر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میزنند، تهمت قتل حضرت فاطمه صدیقه طاهره، این یک بهتان عظیم است و اگر شما نگید هذا بهتان عظیم عتاب میشید. اولئک مبرؤون، حضرت عمر از این تهمت مبرأ است. مگر عقل اجازه میده یک عقل عادی که حضرت فاطمه زهرا را حضرت عمر شهید بکند و بعد حضرت علی دختر حضرت فاطمه زهرا را، نه دختر تنها مال حضرت علی کی نبود، مال فاطمه زهرا، دختر فاطمه زهرا را در عقد نکاح باز قاتل حضرت فاطمه بیاد. این چه عقلی؟ دیگه هیچ دلیلی برای پاکی حضرت عمر غیر از این که از مسلمات فریقین هست، بگین اجماع فریقین هست که حضرت عمر ام کلثوم را بنت علی بنت فاطمه زهرا را ازدواج کرده. یک انسان عادی، همین انسانی که برای دلار ایمان میدهد اینقدر که زنش را بکشند بعد دختر زن را به قاتل بدهد، بلکه همون نعوذ بالله دن نافرمان هم دختر زن نافرمان را به قاتل اون نمیدهد. و این حرف را که شما هر جا بگید هذا بهتان عظیم، ورنه پرده اطاعت میشید. بهتان عظیمه. الله تعالی میگه اگر فضل خدا بر شما نمی و رحمت خدا شامل حال شما نمیشد در دنیا و آخرت، در دنیا الله تعالی فضلش که مهلت توبه داد، در آخرت هم توبه شما را قبول کرد وقت ضربه های شلاق را خوردید. اگر فضل خدا و رحمت خدا شامل حال شما در دنیا و آخرت نمی شد تو لمسکم فیما افرتم فیه عذاب عظیم، مس می کرد شما را در آن افکی که شما داخل شدید، شما را عذاب عظیم مس می کرد. لیکن الله تعالی فضل و احسان کرد، در دنیا شما را مهلت توبه داد و توبه شما را پذیرفت با 80 ضربه شلاق. 80 ضربه شلاق خوردید، نادم شدید، توبه شما را، ورنه در آن افتی که شما وارد شدید و داخل شدید شما را عذاب عظیمی مس کرد. و عذاب عظیم هم برای اونهایی فرمود، آنهایی که متولی کبر شدند، یعنی اون عذاب عظیم خواهد رسید، یعنی جهنم له عذاب عظیم. اینجا هم فرمود اگر فضل خدا و رحمت خدا دست شما را نمی گرفت به شما عذاب عظیم می رسید، عذاب معمولی نه، عذاب بسیار بزرگ. عظیم صیغه مبالغه هست بر وزن فعیل، عذاب معمولی نه، عظیم. شما را مس میکرد هنگامی که تلقونه به السنتکم،
شما این تهمت را روی زبان میگردانید، با زبان اینا دست به دست میکردید و با دهنها میگفتید، آن چیزی را میگفتید، آن تهمت عظیمی را میگفتید که لیس لکم به علم، هیچ یکی از شما علم نداشت که نعوذ بالله صفوان ناپاک و حضرت عائشہ. بسیار الله سبحانه و تعالی میفرماید وقت شما اون را به زبان تلقی میکردید، تلقونه بألسنتکم و تقولون بافواهکم، آن چیزی میگفتید که هیچ علمی نداشت بجز یک گمان کوچی که منافق از درم در آورد و گمان کوچ شما او را تایید کرد. شما فکر میکردید و تحسبونه حینا، شما گمان میکردید که این چیز معمولی هست، آسانی، حالا هو عند الله عظیم، نزد خدا بسیار گران. قلب مادر میتپید و آه ناله به بارگاه خدا میکرد و شما این آسان تصور میکرد. الله نزد الله عظیم، الله که همه این جرمها را تحمل میکنه، خدا این جرم عظیم را بر خدا گران. تحسبونه حینا، شما معمولی حسابش میکرد، غیر موجب گناه، آسان، حالانکه عند الله عظیم، نزد خدای کریم بسیار بزرگ بود، موجب عذاب عظیم. چرا هنگامی که شنیدید این افک عظیم را چرا نگفتید ما یکون لنا ان نتکلم بهذا؟ برای ما اصلا جایز نیست، امکان نیست که چنین حرفی را ما بر زبان بداریم. نعوذ بالله بگیم صفوان با عایشه تماشایی داشته، نعوذ بالله این کلمه ها چقدر تند بوده، چقدر سخت بوده. چرا هنگامی که شنیدیم نگفتید ما یکون لنا ان نتکلم به؟ برای ما جایز نیست، برای ما امکان ندارد که ما به زبان این حرف را بگیم. سبحان پاکی توی رب مگر هذا بهتان عظیم، این بهتان بسیار بزرگی، تو که پاکی، بله هذا بهتان عظیم، این بهتان بسیار بزرگی. الله تعالی میگه چرا اینطور نگفتی؟ به اونهایی که ساکت میکن، اونهایی که سر را پایین میگرفتن، مادر شما را تهمت میزنن، مادر شما را مردم گفتن یا مادر گفته که من مادرم، شما باور کردید. عایشه را من گفتم مادرم، چرا باور نکردید؟ عایشه را الله گفته و ازواجه امهات المؤمنین، من کسی را مادر گفتم، مادر شما را ناسزا میگن، شما سر صدر داشتی سکوت کردی؟ عایشه مادر ابوبکر صدیق از یک طرف فرزنده و از یک طرف مادر است. مادر شما را بد میگن مگر شما را میگن خیلی مرد خوبی هستی، بله نعوذ بالله بگن مادرت بدی، پدرت بدی و تو خودت خیلی مرد شریف. یعنی اون دیگه چه فرزندی بی غیرتی باشه که مادرش را بد میگن، پدرش را بد میگن و اون دیگه میگه که من سعی صدر دارم، من با شما خوب برخورد میکنم. کسانی که مادر مؤمنین را، امهات المؤمنین را بد میگه، اونها مرتکب بزرگترین عذاب خواهند شد.